خب عزیزان شبتون بخیر. این سگی که دیشب خواهرم اینجا توی جاده گرگانجیلین دیده بودش، دلش نیومده بود، امشب من رو آبجیم آورده اینجا پیش این. ببینید افسانه قشنگ میشناسه تا بیارش اینجا، بیارش اینجا. آبجیم میگه دیشب بهش شیر دادم، غذا دادم. تو کار نداشته باش، تو هیچی نه، تو خودت گری. برو تو خودت گری، تو خودت عامل گری. چقدر میشناسه. خوبی بابا. ببینید این ما آمدیم امدادش کنیم. وای اصلا چقدر بدجوره، اصلا خیلی بدجوره. ببینید عزیزان این دیگه واقعا یه اسپانسر میخواد، حالا یه نفر، دو نفر، سه نفر اسپانسرش بشن. چقدر مظلومه تا اینو ما بگیریم ببریمش دیگه. آره این میگم اینو خواهرم دیشب دیدش، این زبون بسته رو دلش سوخته بود، فیلمشو دیدید دیگه. الان هم اومدیم برای بردنش. آره خیلی مظلومه، خیلی. اینو دیشب آبجیم برای من فیلمشو فرستاد، یعنی زنگ زد به من، شاید با الان رفت اونجا دستکش یه با مصرف بگیره، زنگ زد به من گفت احسان داداش من ازت خواهش میکنم. این عین حرفاشه. گفت میدونم خیلی سخت، اذیت میشی. گفت این بچه به من پناه آورده. ببینید هیچی نداره، هیچ، یعنی به جرئت میتونم بهتون بگم مثل زیبا خانومه. چرا اینجا اینقدر از این سگا زیاده اینجوری؟ یک مردم غذا نمیدن به اینا. بیا افسانه نمیخواد، گذاشتنش پشت ماشین، رفت وسط، آره رفت وسط خیابون. او الان ماشین میزد بهش حیوانه، گذاشتمش پشت. آره دست در نکنه. چرا این حیونا رو بعضی آبجیم میگه اینجا اذیت میکنن؟ یکم صحبت کنین با بچه‌ها، با مردم، اذیت نکنن، گناه دارن اینا مخلوقات خدا. هم ببین چطوری نگاه میکنه، ناش کن. من تا اومد سمت من دیشب بهش شیر نگاه الان داره نگاه میکنه. دو تا سفید ها منو